هلو everyone، حالتون چطوره؟ من تاها هم خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید چنل اسموک. امروز قراره با هم دیگه بریم فورتنایت بازی کنیم، اما چه مودی قراره بازی کنیم؟ این مهمه. اسکوید گیم، این مود جدید که اومده داخلش بازیای اسکوید گیمه که مرحله به مرحله انجام میدیم و قبل از هر چیز لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره و بزنید بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. بازی شروع شد. فکر میکنم، مطمئن نیستم البته، که اگه یه بار بمیریم دیگه نمیتونیم بریم داخل مپ و این قضیه کنسله و باید حتما بار اول برنده بشیم و کلاً 35 تا پلیر داخل مپ بیشتر نیست. خب بریم سراغ بازی اول. Let's go. پشمان چقدر خوب ساختن این بازی رو. دیگه این بازی اوله واسه کسایی که نمیدونن و فیلم اسکوید گیم رو ندیدن. وقتی که عروسک نگاه نمیکنه و چراغ سبزه نباید تکون میتونیم راه بریم، ولی وقتی که عروسک نگاهمون میکنه، وقتی عروسک نگاه میکنه اگه راه بریم میمیریم، بهمون شلیک میکنن و میمیریم. بازی اول که یه جورایی آسون ترین بازی حساب میشه و تنها کاری که باید بکنیم اینه که تکون نخوریم. چی شد؟ مانیتورم رفت. وای یه لحظه مانیتورم قطع شد. بودو. به اینم از بازی اول با اسکین اسنوپ داگ و شماره 36. فکر کنم نفر آخری بودم که وارد مپ شدم، چون کلاً 36 تا پلیر هست، منم شماره 36 ام. ای بابا گرفتاری من با این پکت لاست. کلاً اینترنت قطع انگار. داخل بازی بعدی 100% به مشکل میخوریم، اینترنت قطعه. بابت صدای جارو برقی واقعا ازتون معذرت میخوام اگه داخل میکروفون میفته. ای بابا اون اسکولا رو نگاه که هنوز نیومدن. بکنم تموم شد. تموم شد بله. اوه بالا رو نگاه کن. خب این از مرحله اول و 10 میلیون اگه اشتباه نکنم، فکر کنم ووان یا یوان باشه واحد پول کره. اشتباه میکنم ولی البته خب به هر حال 10 میلیون به پول اضافه شد. مسابقه بعدی چیه؟ اوه این مسابقه است. خب چجوری میخواد تیمی بازی کنیم؟ اوه فرق میکنه. فکر کنم سولو باشه، هر کی برای خودش مسابقه بده. چی به چیه؟ من اینترنتم خرابه نمیتونم. آها 3 2 1 شروع شد. مسابقه شروع شد. اولیش که پارکوره. خب باختم. بابا قول نده دیگه لاشی.
مجبورم خیلی ترسوگونه برم چون پارکورم زیاد اوکی نیست. وای نبازم همین مرحله دوم. بدو لطفاً برو خیلی بد میشه اگه همینجا ببازم. اینترنت هم خرابه و خیلی سخت میشه بازی کرد. یس خب این از اولیش. اینجا سنگ باید بزنم. خب چجوری؟ خب چی کار کنم؟ نمیشه، هیچ کاری نمیتونم کنم. آها اوکی وسطش باید بزنم. خب این از اولی، این از دومی، این هم از سومی. برو بریم. وای خیلی عقب افتادم از بقیه. وای اینترنت هم خرابه. به خدا اگه اینترنت درست بود بهتون میگفتم چی بشیه. وای بگیر دیگه. وای تایم تموم شد. فکر کنم ببازم این مرحله رو. اینترنت خرابه. تمومه اینترنت. به مشکل خوردم سر اینترنت. باختم. این از اولیش. فکر میکنم طبق چیزی که دیدم باید 3 تا اینو بزنیم. یس بودو 6 ثانیه مونده. بودو. وای مردیم. زنگ بزن آمبولانس اینم از شانس ماست توی آمبولانس که نالگی. خیلی خوب و میشه دوباره بازی کرد و این خیلی خوبه. چا صفرته داد اون بالا. اینترنت من خرابه یا هنوز بازی تعیین نشده؟ فکر میکنم اینترنت من خراب باشه. بله اینترنت، مشکل از اینترنت منه. درست شد. 32 نفر تا الان اومدن. این دوستان عزیز اومدن. بابا جان ویک حرمت داره نده زد. We welcome to the second season of October. You will all participate in the setup of the last will be crowned winner. بودو بازی رو شروع کن. چرت و پرتا واسه چیه؟ بازی ها رو بلدن همه. ددپول با دمپایی خرگوشی. خیلی هضمش برام سخته که ددپول با دمپایی خرگوشی ببینم. آره ددپول با دمپایی خرگوشی. آها بازی اول شروع شد. برو بریم. بابا من دوباره این اینترنت تا اومدم داخل بازی این اینترنت دوباره خراب شده. ای بابا چیکار باید کرد با این اینترنت آشغال؟ دیگه مشکلیه که واسه همه هست داخل ایران. بودو او اگه ایموت بزنیم نمیمیریم. فقط باید راه نریم. حتی فکر کنم دور خودمونم بچرخیم هیچی نمیشه. همونطور که گفتم پکت لاست یار همیشگی منه و عمرن منو تنها بذاره.
برو بریم. این از مرحله اول که خیلی ایزیه. مرحله بعدی هم که ایزیه، منتها به خاطر پکت لاس و اینترنت بد متاسفانه نتونستیم ردش کنیم و منم دور از جمعیت وایسادم که صدا و آهنگ های ایموتاشون واسه کپی رایت نشه. ایرانی فکر نکنم باشه. چطور باید ببینم کسایی که داخل بازی هن و اینا هن؟ آره فکر کنم اینا باشه. نه اینا نیستن، اینا پلیرهای پیشنهادی برای اینوایت هست. آها اینجا پلیرهایی که هست. این نه اینم وایس چته، حواسم نیست. فکر کنم نمیشه دید کیا هستن، اسمشونو خوند. نگاه اون دوتا اسکل. آخه راحت تر از این مرحله میخوای؟ این از این مرحله و به اتمام رسید و خیلی خوب ساختن خدای بازی و مپو خیلی عالی ساختن. خب بریم برای بازی بعدی که میدونیم چیه و بازی تکراریه. من از اون مرحله میترسم که قراره داخل تاریکی با هم فایت بدن پلیرها. اینم که ایزیه، اگه اینترنت یاری بده و اذیتمون نکنه مرحله خیلی راحتیه و به راحتی میتونیم ردش کنیم. برو بریم بر گوین استیسی. این اسکینو خیلی دوست دارم، اگه بیاد داخل استور میخرمش. برو دیگه ترافیک ایجاد نکن. برو فرست ترای اگه بریم خیلی خوب میشه. این هم از این فرست ترای. خب مرحله بعدی هم که ایزیه. سنگ بردار، شلیک کن. خب این از اولیش، این از دومیش، این هم از سومیش. برو بریم. خب این هم که ایزی تر از این نیست. بابا بپر دیگه، من یه چی میگم زایم میکنی همش. این هم از این مرحله. خب رسیدیم به مرحله بعدی. این از اولیش، این از دومیش، این هم از سومیش. برو بریم. Let's go. به به، وینر این بازی کیه؟ از خط پایان رد نمیشم. برو بریم به پشت. حل چشاته. این هم از این مرحله و بریم مرحله بعدی. البته باید 35 ثانیه صبر کنیم. 35 ثانیه صبر کنیم. تو این 35 ثانیه ببینم، نمیدونم ولی مطمئن نیستم، ولی فکر کنم این اسکینا اومده داخل بازی، داخل شاپ که بخوای بخریشی یا نه. فکر کنم موقع سیزن 1 اومده، شاید هم نیومده باشه، نمیدونم، شاید خودشون طراحی کرده باشن، ولی اگه بیاد احتمالاً بخرم. مخصوصا اون رئیسشون که ماسک سیاه میزد، اسمش یادم رفته، همون شماره 201 داخل سیزن 2. خب 10 میلیون پول دیگه اضافه شد به اون بالا داخل قلدک خوب شکل. خب وای، فکر کنم این مرحله همونه که داخل تاریکی باید با هم دیگه فایت بدن. متنفرم ازش.
نه اون نیست. خوبه که اون نیست، حداقل پلیرها کمتر بشن. بعد اگه داخل این مرحله نبازم خیلی خوشحال میشم. یه عکس بگیریم. فکرش کن داخل فیلم هم پلیرها همینقدر با شوق و ذوق میرفتن بالا، با خوشحالی و دویدن. این چی به چیه؟ فکر کنم مسابقه باشه، باید سریع برسیم. چیه؟ همه دارن میدوان. چرا؟ اوه مسابقه است. وای داخل این تایم باید برسیم. من نمیدونستم مسابقه است، فکر میکردم باید برسیم به لوکیشن بازی. وای 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 تا الان نمیدونستم. بدو باید برسی. وای 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 گرفتم نزدیک بود بیفتم. بپر جامپ بدو برو بالا با خانوم واندر وومن. بدو اسنوپ داگ بدو. وای رسیدیم. وای اولش نفهمیدم که مسابقه است. دیگه امشب 100% اونیه که داخل تاریکی باید فایت بدیم با نایف همدیگه رو بزنیم و تیکه پاره کنیم. خیلی بهتر میشد اگه 456 تا پلیر می آورد داخل بازی، ولی متاسفانه 35 تا پلیر بیشتر نیاورده. البته اونجوری هم میشد که همه بازی ها رو بلد بودن و کسی حذف نمیشد، بعد شلوغ میشد دیگه، نمیشد داخل 7-8 تا بازی جمع کنن همه چی. و آره اینجوری هم میشه بهش فکر کرد. بازی بعدی 15 ثانیه 26 نفر موندن. برو بریم برای بازی بعدی که چرخ و فلکه است. این بازی خیلی بد میشه اگه بخوایم بریم داخل اتاقا، باید یاد گیرمون بیاد به تعداد و صحیح. ای وای واسه این بازی خیلی استرس دارم. بابا این ددپول رو من اصلا نمیتونم هضم کنم. آخه ددپول با دمپایی خرگوشی شده. بازی رو شروع کن بابا. آها برو بریم. عدد بگو. بدو. بیاد 3 نفر بیاد. یه نفر بیاد. بیا. به این از اولیش که ایزی. فکر کنم اومده این ایموت. آره سیزن 1 اومده، چون این اسکین چیزو داره. شاید هم همین سیزن اومده باشه، من بازی نکرده باشم، چون الان حدودا 2 هفته است دوباره بازی رو نصب کردم. بیرون چه خبره؟ کسی حذف شد اصلا؟ بابا ایموت نزن دیگه رو. برو بریم. عدد بگو. بگو 4 بیاید 4 بیا یاره قبلیمه. بیا 4 به
یار همیشگی خودم، یار همیشگی خودم. بیا لا 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 لا. چه خبره؟ چند نفر مردن؟ خب بعدی چه عددی یه به نظرتون؟ چه عددی میتونه باشه؟ سه. بیاید بودو. وای سه. سریع در قفل کردم و قفل نمی کردم بدبخت بوده. بابا این مود نزنید، دارم ویدیو رکورد میکنم با این آهنگاش، الان کپی رایت میخوره ویدیو. های بابا شیطونه میگه در باز کنم برم بیرون. در انتظار برای دست بعدی. خب این بار مطمئنم عدد دوه، مطمئنم عدد دوه ها، 100% دوه، چون میخواد 4 زایه شدم. بیا 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 لطفاً 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 لطفاً. یکی بره بیرون. من نمیرم، من عمرن برم. مفتخوری اومدم داخل، مفتخوری اومدم نذاشتم هیچکی بمونه. بایستا سرگیجه دوشارتون کنم داخل خونه. ای بابا تموم شد. یس تموم شد. و دیگه این بارم اگه بگم و ضایع بشم خیلی بد میشه، ولی مطمئنم که امشب قراره همدیگه رو تیکه پاره کنن پلیرها. آره 6 ثانیه دیگه بازی بعدی شروع میشه و باید قایم بشم. The lights will go out and you will be given a weapon. Fight, run, or hide to survive. وای نباید بمیرم. Good luck. وای شروع شد نباید بمیرم. هر کی بیاد سمتم با کاتانا میزنمش. من با کسی کاری ندارم. نکش تو رو خدا، کاری باید ندارم. بیای جلو تیکه پارت میکنم. تا وقتی کسی با من کاری نداشته باشه باش کاری ندارم. دنبالم نیاد، گرفتار میشی. نیاد دنبالم. 30 ثانیه بعد زنده بمونم. من صلح طلبم، با کسی هیچ کاری ندارم. به خدا اگه بیای نزدیکم ها. وای فرار کن. نه دنبالم گرفتار میشی. واه زنده موندم با هیچ کی هم فایت ندادم. اگه یه شب دیگه اینجوری باشه استراتژی بهترین دفاع حمله است رو اجرا میکنم و حمله میکنم به همه. و نیست وای از این گیم متنفرم. عمرن اول همه برم. من همیشه آخرین نفری هم قدم میذارم رو شیشه. همیشه. برو. نه این چی بود زدم. برو. عمرن برم. نگاه کن عمرن. به خدا نمیرم. ندارم. نباید میرم. نگاه نیستید یا گول میخورم. ولی من گول نمیخورم. چرا هیچکی نمیره؟ الان میبازیم. نمیشه کسی رو هل داد بندازی پایین. آها
به به قدم اول گذاشت یه نفر. برو بر. ای عجب اسکولیه پرید پایین. برو فقط خودم نپرم پایین مثل اون. برو بعدی. به به پست شیشم برادر. عالی، همه رد کردن. فکر کنم 2 نفر بیشتر نمردن داخل این بازی. اینکه 2 نفر بیشتر نمردن خیلی بده، چون که داخل گیم بعدی فکر میکنم اونه که باید همه داخل یه زمین با شکل مثلث مربع بیفتن به جون هم دیگه. اسمش یادم نیست. آره اون گیم خیلی سخت میشه. همه بردن. بابا 40 ثانیه صبر کنیم. برای چی؟ همه اومدن دیگه. بذار منم رنگتون کنم. یه اسنوپ داگ بخور. اسپره میخوام بزنم. اسپره. این اسپره است؟ نه ندارم اسپره. متاسفانه اسپره ندارم. همشون از اینا که بوی نشونش میده. بوی 5 ثانیه مونده. برو بریم برای مرحله بعدی. تا اینجا که خوب بوده. اینترنت خوب بوده. بازی خوب بوده. اگه اول بشم خیلی خوشحال میشم. وای همین گیم آشغاله. وای متنفرم از این. ببین الان 2 راه دارم. بهترین دفاع حمله است یا فرار کن. بزدل باش یا بهترین دفاع حمله است. سمت من نیاد. تو رو خدا سمت من نیاد. منو ندهین. وای ای کاش 2 نفره با یکی از دوستان میمدم تبانی میکردیم میریختیم سر یه نفر. وای دارم میمیرم. وای تو رو خدا منو نکش. تو رو خدا نه. Don't do this. Don't kill me. منو نکش. اینترنتم خرابه نمیتونم کسی رو بزنم. تمومه. من مردم داخل مرحله آخر. آخه ای بابا مردم. تموم شد. میتونم این آقایی رو حیثیت کنم. واسه برم اسپکتشون ببینم کی برنده میشه. وای تا اینجا اومدم اول نشدم. من میزدم هیچکی دمش نمیخورد. نمیدونم چطور بود. یا اینترنت هم خیلی خراب بود یا باید میرفتم نزدیکتر رو میزدم. این اشویش از همه کمتره. این اشویش 1 بود. خب مرد. بکشید اینو. یه ضربه میخواد. آها ولوری نه واندر وومن کشش. واندر وومن با ماسک اون آقا تجاوزگره داخل اسکوید گیم. آقا تجاوزگره. بابا سریع یه نفر رو بکشید دیگه. همه رو بکشید تموم شه بازی. بکنم بازیش تایمی نداره. اگه تا وقتی که همه نمیرن ادامه پیدا میکنم. این خانومی خیلی اچپیش پره. عجیبه. واسه اینم بیشترین اچپی برای کیه؟ 20 60. همین خانومی اچپیش از همه بیشتره.
ای بابا همه رفتن رو تیم آپ. بابا بکشیدید همه رو دیگه. این مسخره بازیه. من داخل بودم با کاتانا همتون رو میزدم. همه علکی دارن میدوان. احساس میکنم خیلی علافم نشستم منتظرم ببینم کی برنده میشه. همه HP هاشون 20. اوه این 60 بود تا الان، اینم شد 20. همه یه دونه ضربه میخوان، همه. بکشید هم دیگه رو دیگه. مسخره شما این. بزن. آها این از اولی. باریکلا. خب خانومی هم زد. حالا بین واندر وومن و آقایی کی برنده میشه؟ من میگم واندر وومن برنده میشه. بله برنده بازی کسی نیست جز واندر وومن با ماسک آقای تجاوزگر. به به. الان XP بهش میرسه، پول بهش میرسه، هیچی فکر نکنم باشه. Dear player, congratulations. You have won Octogame. خب این بود از مود اسکوید گیم بازی فورتنایت. این مپ جدیدی که ساخته بودن و واقعا خفن بود و فکر نمی‌کردم اونقدر خوب ساخته باشن. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم کانالمو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و بازیایی که دوست دارید انجام بدم و داخل کامنت ها حتما برام بنویسید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.